محاسبه هزینه جواز ساخت. جواز ساخت مجوزیه که شهرداری به مالک میده تا بتونه فعالیت ساخت و ساز توی ملکش انجام بده. هزینه اون به یه سری از متغیرات مربوط میشه، مثل هزینه تراکم، هزینه مربوط به تغییر کاربری، هزینه انشابات، نقشه و تاییدیه نظام مهندسی و مالیات و یه سری هزینه‌های دیگه. که مهمترین هزینه‌ای که جواز ساخت داره مربوط میشه به تراکم و تغییر کاربری ملک. که برای عوارض تراکم برای هر متر مربع بین 2 تا 5 میلیون در نظر گرفته میشه. عوارض مربوط به تغییر کاربری مسکونی به تجاری که درصدی از ارزش ملک رو به عنوان عوارض تغییر کاربری مورد محاسبه قرار میدن و هزینه‌های دیگه مثل عوارض نوسازی و خدمات شهری که نهایتاً 10 میلیون، هزینه نقشه و تاییدیه نظام مهندسی 1 تا 3% ارزش ساخت و مالیات و هزینه‌هایی مثل انشابات که بین 10 تا 30 میلیون تومانه. به طور مثال اگر بخوایم حساب بکنیم، اگر زیربنای ما 750 متر باشه، عوارض ساخت رو متری 2.5 در نظر بگیریم، 2.5 ضرب در 750 میشه 1 میلیارد و 800. نقشه کشی و نظام مهندسی حدود 1% که حدوداً 80 میلیون تومان میشه، عوارض نوسازی 50 میلیون تومان و هزینه‌های انشابات برای 5 واحد نهایتاً 100 میلیون تومان که مجموعاً 2 میلیارد و 30 میلیون تومان میشه. اگر سوالی در رابطه با دریافت جواز ساخت یا محاسبه‌اش دارید، همین پایین از ما بپرسید.